سلام و درود خدمت شما بینندگان. میتیدی اومد با یه ویدیو دیگه اما واقعی بدون معطلی. بودو بریم سراغ ویدیو. قبل اینکه ویدیو شروع بشه خیلی زیاد خوشحال میشم سابسکرایب کنید چنل منو، لایک کنید، کامنت بذارید و انرژی بدید برای اینکه ویدیوها رو سریعتر و پشت‌سر هم تق براتون بذارم. قطعا همه شما دیدید که خیلی ها اومدن نشستن جلو دوربین گفتن با من آماده شید بریم فلان جا بزن. با من آماده اومدن نشستن و این جمله رو گفتن و شروع کردن با یه سری کاری روزمرهشون انجام بدن. میخوام واسهتون اولین نفع این کارو کرد و بهتون نشون بدم. یعنی وقتی شما متوجه بشید چه اتفاقی افتاده پشماتون میریزه، برق از سرتون. اول خیلی خوب به این ویدیو نگاه کنید. My name is Bree. I'm 16. I don't really want to tell you where I live because you could like stalk me. Yeah. Well, what you need to know about my town is that it's really boring. Like really boring. That's probably why I spend so much time on my computer. ویدیو که دیدید برای 17 سال پیشه. دقت کنید بچه‌ها، 17 سال پیش. 17 سال پیش خیلی حرفه. همونطور که دارید میبینید تو این ویدیو این خانم داره میگه با من آماده شید بریم حالا مثلا فلان کار انجام بدم. تو سال 2006 که همون میشه 17 سال پیش، اگه کسی به اینترنت دسترسی داشت، تنها محتوا و میتونم بگم اکثر محتوایی که میتونست ببینه با اون وضعیت، ما که البته موقع هیچی نداشتیم، ولی خب اگرم داشتن کسایی که به حالا اینترنت دسترسی، اکثر چیزی که میتونستن ببینن عکس از گربه و حیوانات و چیزای کیوت بود. یعنی بیشتر از این چیزی نمیتونستن ببینن چون اصلا چیزی وجود نداشت که بخوان ببینن. دقیقا تو همون روزا یه دختر بچه 16 ساله به اسم بری یه کانالی تو یوتیوب زد به اسم Lonely Girl 15 اگه اشتباه گفته باشم. بری شخصیت خیلی درونگرایی داشت، همیشه یه جورایی تو خودش و اکثر تایما تو خونه بود، حتی مدرسه نمیرفت و تکالیفش خودش خونه انجام میداد. یعنی خونه خودش درس میخون که حالا اون ارتباطه رو نداشته باشه، راحت تر باشه. یه تایمی که گذشت بری یه کانالی زد همون که بهتون گفتم و شروع کرد از روزمرگیاش و کارهایی که میکرد ویدیو میذاشت و خب دلیلش هم این بود حالا چون تنها بودش این کارا رو میکرد. بری کم کم خیلی جامعش بزرگتر شد. یک جورایی چنل یوتیوبش از آدمایی جمع شده بودن توش که دقیقا مثل خودش بودن یا کم و بیش شبیه خودش بودن. اما خب داستان همینجا تموم نمیشه، خیلی عجیبه داستان. خیلی قطعا شده خیلی از ماها وقتی حالمون بده یا نمیدونم یه سری افسردگی میاد سراغمون، تنها میشیم، استرس میگیریم، میریم مثلا سمت سریال، ویدیو، نمیدونم کلا دنبال اینجور چیزا میریم تا بخوایم اون تایم تنهاییمون رو پر کنیم و یه جوری مشغول بشیم بخوایم اوکی باشیم. دقیقاً کسایی که کانال بریو دنبال میکردن از همین جور یعنی دقیقاً کسایی بودن که تنها بودن، حالا یا افسردگی داشتن یا همون درونگرا بودن، یه جوری بودن که خیلی ارتباط میگرفتن و اکثرشون هم تینیجر بودن و یه جوری شده بود وقتی بری ویدیو میذاشت تو چنلش از ذوقشون نمی‌دونن چیکار بکنن. بری تو ویدیوهاش از تموم اتفاقات، مشکلات و چیزهایی که تو زندگیش رخ میداد واسه مخاطباش میگفت. یعنی از اولی بوسش بگیر تا تمرین رانندگیش، مشکلاتی که با خانواده‌اش داشت و چیزی نمیمون که بین اون و مخاطباش بخواد پنهون باشه. توی همون سالا بری توی مدت خیلی کمی انقدر معروف شد که نزدیک به 273 میلیون بازدید گرفت تو سال 2016. بچه‌ها دقت کنید، تو سال 2016 273 میلیون ویو گرفت. خیلی ها بچه ها لطفا درک کنید 273 میلیون ویو خیلی زیادیه. نمیدونم من دارم سکته میکنم. انقدر معروفیش و محبوبیتش سر زبون افتاد که حتی اسمش تو مجله نیویورک تایمز اسمشو زدن. آره خیلیه اسمت بخواد اونجا باشه. دقیقاً یعنی یه جوری شده بود انگار اسمی که واسه خودش انتخاب کرده بود دیگه یه جورایی همه میشه گفت انقدر شخصیت محبوبی داشت، همه داشتن با شخصیتش ارتباط میگرفتن و می‌خواستن باش دوست باشن دیگه. اصلا کلا اون داستان چیزا رو گوش دادن کنار، فقط می‌خواستن با شخصیتش اوکی. همه چیز تا اینجا خوب بود، اما ویدیوهای بری کم کم داشت عجیب
غریب میشد. مثلا یکی از داستانهای عجیبی که داشت تعریف میکرد تو ویدیوهاش داشتم میدیدم، داشت میگفتش که خانواده‌اش عضو یک فرقه مذهبی ان و اونو دارن آماده میکنن واسه یک مراسم خطرناک. So today I got some really cool news from my parents. I've been chosen to participate in a ceremony. The ceremony is a really big deal in my religion. They only have them once in a really long while, and it's very, very difficult to attend. My parents won't even be allowed to come. واقعا خودم هنوز من 10 ساعت اینو دیدم و انقدر عجیب بود. یا تو یکی دیگه از ویدیوهاش در مورد دنیل دوستش صحبت میکنه که میگه اون دزدیده شده یا گم شده و هیچ اطلاعاتی ازش ندارن. Jonas has been trying to call Daniel's cell phone, but the coverage around here is pretty bad. He called Highway Patrol and Daniel's name didn't come up under any accidents, so Daniel, if you decided to go home or if you're with some girl, then you know, whatever, but just call us and let us know that you're okay. اصلا کلا داشت سبک ویدیوهاش یه جورایی به یه سمتی میرفت که ذهن همه درگیر میشد که آقا چه اتفاقی داره میفته. زندگی بری خیلی داشت ترسناک میشد. واسه همین مخاطباش خیلی نگرانش بودن و هر روز دنبال این بودن که آقا ما باید یه راهی پیدا کنیم که بتونیم به اون و خانواده‌اش کمک کنیم. واسه همین 3-4 تا از طرفداراش تصمیم گرفتن که آی پی بریو هک کنن، ببینن که کجاست و اگه کمکی میخواد یا تو خطره بتونن بهش کمک کنن. ولی خب اونا نمیدونستن که داستان خیلی پیچیده تر از این حرفاست. اونا بعد اینکه آی پیشو هک کردن یه اتفاق خیلی عجیب غریبی افتاد و یه چیز خیلی عجیب غریبی رو دیدن. طرفدارای بری بعد اینکه آی پیشو هک کردن متوجه شدن آی پی طلا به شرکت تبلیغاتیه. وقتی این اتفاق میفته همه طرفداراش، همه کسایی که اونو دنبال میکردن، هی تو ویدیوهاش دنبال سرنخی بودن که ببینن آقا واقعا این قضیه حقیقت داره، اصلا قضیه چی است، what the fuck، چرا اینجوری شده. و در نهایت کشف میکنن خیلی عجیب و ترسناکتر از اون چیزی بودش که فکر میکردن. حقیقت اینه که بچه‌ها بری اصلا وجود خارجی نداشت. فیک بود. مگه میشه همچین اسمی، همچین آدمی با همچین شخصیتی تو هیچ جایی تو کره زمین اصلا وجود خارجی نداشته؟ لانلیگر 15 در حقیقت یه برنامه تبلیغاتی بوده که توسط چندین کارگردان و یه تیم طراحی حرفه‌ای داشته مدیریت می‌شده و در واقع بری هم اون بازیگره داشته تو دقیقاً نقش بازی می‌کرده. یعنی همه اینا کشک. اتاقش ساختگی بود، خانواده‌اش سوختگی بود، دنیل سوختگی بود و هر چیزی که فکرشو میکنی تموم داستاناش رو فیلم نامه بودش. یعنی دقیقاً اون تایمی که طرفدارای بری فکر میکردن اون تو اتاقش تنهاه و داره تنهاییشو با اونا به اشتراک میذاره، در واقع یه تیم کارگردانی حرفه‌ای 10 نفر اینور 10 نفر اونور، هزار جور آدم اونجا بودی که داشتن این برنامه رو میبردن جلو. این آدمایی که دارید میبینید تو تصویر در حقیقت سازنده این کانال بودن و خب تنها چیزی که اینا هدف داشتن از انجام این کار این بوده که میخواستن نشون بدن که قدرت یوتیوب و قدرت یک قصه گویی خوب میتونه چیکار بکنه. ولی خب خیلی داستان قوی و خفنی داشتن به نظر من. چون فکر کنی اون هم آدم اون تایم نباید میومدن بیرون، این همه مدت تو خونه بودن، کسی نباید اونا رو میشناخت چون معروف شده بودن. خیلی خفن. همه عواملی که تو تولید این محتوا میشه گفت دست داشتن همشون قرارداد NDA امضا کرده بودن که چی هیچ وقت نباید از اون خونه در بیان، هیچ وقت نباید اون شناخته بشن. اما خب همه اینا رو بذاریم به کنار، یه موضوعی واقعا ذهن منو درگیر میکنه، هیچ وقت واسه من شفاف نمیشه. تکلیف اون همه آدمی که صبح تا شب داشتن ویدیوهاشو میدیدن، باش ارتباط میگرفتن، زندگی میکردن، تکلیف اینا چی میشه وقتی اونو بفهمن همه این داستانا دروغ بوده؟ به نظرتون چی میشه؟ چه اتفاقی واسهشون میفته؟ اینم از ویدیو امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. من خودم خیلی حال کردم، امیدوارم شما خوشتون بیاد. زیاد حرف نمیزنم. روز خوبی داشته باشید تا ویدیوی بعدی. خدا یارو مهربان.